در سال 1899 اولین فیلم مستند هندی به نمایش درآمد. تصاویری از مبارزه دو کشتیگیر را نشان میداد. با اکران فیلم راجا هاریش چاندرا در 21 آوریل 1913 بود که سنگ بنای سینمای بالیوود رو گذاشت و همونجا به عنوان نفر اول شویور مخاطب. البته نه آقا اینا شوخی بود. فقط این بنده خدا سنگ بنای سینمای بالیوود رو گذاشت. حالا طبق چیزی که منابع دارم میگن، ولی خب بذار درباره خود کلمه بالیوودی خود الان صحبت کنیم. کلمه بالیوود در اصل کلمه‌ای که برای فیلم‌های ساخته شده توی بمبئی و شمال هند استفاده میشه. خب یعنی عملا هر فیلمی که توی هند ساخته میشه ازش نمیگن بالیوود، ولی خب حالا الان میگن بالیوود ولی نمیگن والیوود. این فرق داره، این نگید بالیوود به هر فیلمی، فقط شمال هند و بمبئی. خب که حالا نم گفتن نداره که منبع اصلیش توی بمبئیه. فیلم های هندی بیشتر از 3 میلیارد مخاطب داره. شاید پشماتون تو این قضیه بریزه، ولی خب بله 3 میلیارد مخاطب داره. شاید تو ذهنتون این بود که خب نه از نظر من فقط هندی‌ها نگاه میکنن، یا نه شاید فقط نصف هندی‌ها نگاه کنن، شاید نصفشون مشهور باشن، ولی نه همچین خبری نیستش. و 3 میلیارد مخاطب داره تو دنیا. 3 میلیارد یعنی 3 میلیارد اینجوری نیست 3 میلیارد فیلم هندی دیدن تا حالا، نه 3 میلیارد مخاطب هستن، یعنی میبینن، سریالا رو دنبال میکنن، فیلم سینمایی رو میبینن و خیلی چیزا، خیلی محصولات دیگه این سینما رو دنبال میکنن. خب بالیوود توی خود کلمه‌اش بریم ترکیب از دو تا کلمه هالیوود و بمبئیه. همین دیگه، یعنی اسم اسکیه و هیچ خلاقیتش نداره. البته خب نه اینجوری گفتنم زیاد تو درست نیست. حالا اسکی که دیگه نیست دیگه، طرف والا اومده اسمی گذاشته دیگه، حالا شاید طرف کار مهمتر از این داشته که بدی اسمی انتخاب کنه. حالا ما چیزا رو قضاوت نمی‌کنیم. توی ویدیوهای بعدی که قرار درباره این سینما بسازیم بیشتر درباره اینو توضیح میدیم، ولی خب حالا اینجا به همین بسنده نمی‌کنیم. حالا بیایم من تو این ویدیو الان کلا تامنیل و همه دیسکریپشن این ویدیو، دیسکریپشن تایتل این ویدیو این بودش که خب ببینیم تولد این سینما از کجا بوده. خب یه سینما توی هند از فرانسه اومد. خب در صورتی خب اون موقع هند مستعمره انگلیس بود، خب فرانسه میاد. شاید مال اون دوره‌ایه که هنوز این فرانسوی‌ها توی خاک هند بودن. توی سال 1897 دقت کنید، من اول ویدیو گفتم 1913، پس این دو تا شخص متفاوت هستن و دو تا اتفاق متفاوت. توی شهر کلکته هند یه تصویری اومد، یه نمایشی اومد، یعنی اولین اکران فیلم توی هند اینجوری بود که توی فرانسه یه دونه ویدیویی میاد، یه دونه نواری میاد از یه دونه تئاتر توی فرانسه. خب که به نمایش در میاد، ملت میشستن نگاه میکردن و میرفتن. یه عکاس میاد یه سری عکسای میگیره و اینا رو حالا چیز میکنن، فیلم میکنه، یعنی میاد یه سری عکس‌ها رو میگیره، اینا پشت سر میچینه، یه چیزی شبیه هم پاورپوینتایی که الان میسازن. همین چیزا فقط مردم اون موقع هند خیلی خفن بود، به قول مردم اون موقع دنیا خیلی خفن بودین. همین چیزی که ما باشیم پاورپوینت میگیم چقدر چیز بعدخوار و شعر و وریال، خب همینه، برای اونا خیلی چیز خفنی بوده و عملاً هم بهتون میگن این ترانزیشن‌های پاورپوینتی نداشته که نمیدونم این تو اون بره و این خجالت بکش، یعنی چیزی، یعنی این تو اون رو برو ادغام بشه تصویرو بره. خب اینو تا اینجا داشته باشید. و این طرف حالا این روی اینا یه فیلم میسازه و برای پیشا نگاه میکنن، حال میکنن، میگن ای والا دیدمت جب چه کار خفنی کردی، در صورتی که همین الان ما این همه زور میزنیم ویدیو تو میسازیم تو این حال هوا، تو این حال هوا اتفاق خاصی که نمیفته. حالا خب در کل بالاخره چیز دارم دیگه، دارم زحمتی بکشم دیگه ها، دارم حرف میزنم. با این شرط داره کسی نمیاد این ویدیو رو لایک کنه. لایک کن تا این ویدیو بیاد بالا و بتونیم یه روزی بهتره کنیم توی یوتیوب، ما جهانی میشیم، گفته باشم. خلاص که طرف میاد همچین چیزی میسازه، خب همچین فیلمو میسازه و کلا نمایش اینجور فیلم‌های مستند توی هند ادامه داشت. مستندی که الان میگم اون مستندی که توش حیوان جوری وایساده و دارن ازش میگیرن و نمیدونم توی طرف یه خونه میسازه، یه دونه حرکتی میزنه، توی شرکتی میاد، نه اصلا اینجوری نبود مستندش. یعنی اینکه مثلا تعریفی که مستند اون موقع این بود که طرف مثلا از یه اتفاقی که داره میفته یه گزارش چیز تهیه میکنه ولی میشه مثلا مستند. خب ما یک مستندی از نمیدونم از مردم هند گرفتیم که دارن فیلم‌های
نمایشی نگاه میکنن. خب تعریفش این بوده، یه دقیقه ذهنتون نره که مستندیه. حالا حسابم این نبوده، اصلا یه سری فیلم‌ها میگرفتن از یه اتفاقای واقعی، این میشد فیلم مستند. خب از اینا همجوری ادامه داشت و همجوری میساختن تا یه آقایی به اسم فالکه که من حالا دنبال عکسش گشتم ولی چیزی پیدا نکردم، ولی امیدوارم که ایتور ما یه عکس از این پیدا کنیم. بس دیگه خسته شدیم دیگه. اولین فیلم سینمایی صامت، اون موقع تو زمان صامت بودیم، چون سال 1000 نه یه تاریخ ندادم من گول خوردم، ولی نمیدونم اولین فیلم سینمایی صامت رو میسازه و خب این فیلم هم چون مال سینما هند بوده، خب میگه اولین فیلم ساخته شده توی هند، فیلم سینمایی. دقت داشته باشید که اول ویدیو من گفتم که طرف اولین فیلمی که ساخته میشه نمیدونم دعوای دو تا کشتیگیره، بعد نمیدونم این میاد میشه سنگ بنای چی بالیوود. خب در صورتی که این منبع ما مثلا که یه خورده همچین حالیش نبوده که آقا بالیوود کل هند نیستش. اینجا طرف این بنده خدا اولین کسی بوده که میاد همون فیلم مستندا که گفتم، اولین کسی بوده که همون فیلم مستندا رو میسازه. ساختار اولا کار خاصی نداره حاجی، مثلا منم برم یه گوشی برم یه جای فیلم بگیرم اینو پخشش کنم، چی میگی؟ یعنی الان من مستند ساختم، حالا به تعریف اون موقع همین بوده دیگه. حالا اون موقع اینقدر مهارت پیچیده نشده بودن توی دنیا که حالا طرف یه عکس می‌خواد از خودش بگیره، اینقدر مثلا براشون مهم بود که حتما خیلی عبوس و مثلا جدی وای میسادن، خندیدن براشون یه کار حالا چیزی بود، چی میگن سبکی بود، یعنی میگفتن که آقا ما یه کار مهمی داریم انجام میدیم، داریم عکس میگیریم، نخندیم، بذار جدی وایسیم. از همچین دوره‌ای خب معلومه که همچین چیزهایی هم برمیاد، همچین چیزهای خیلی کار شاخ کنه، ولی خب کار چیزی میاد دیگه، درست درمونی در میاد. خب بس داشتم اینجا میگفتم این بنده خدایی که اومد اون سال 1913 اومد و دعوای دو تا کشتیگیر رو گرفت، این منبع ما دوباره چیز کرده، یه خورده من اشاره کردم تو منبع. یه سال 1899 دعوای دو تا کشتیگیر توی هند مثلا به نمایش در میاد. خب همین، ولی یه آقای به اسم راجا هاریش چاندرا چیز میکنه با ساختن یه سری فیلم‌ها اینا سنگ بنای بالیوود میذاره 1913. خب سنگ بنای بالیوود همون شمال هند بمبئی که مرکزش بود، بالیوود اون پایه‌گذار میکنه. ولی این آقایی که اینجا داره میگیم راجا در جلوتر، این یعنی عقب‌تر توی چیز تایملاین زمانی اولین فیلم سینمایی صامت رو توی هند میسازه و اون لحظه تولد سینمای هند بوده و فالک لقب پدر سینمای هند رو میگیره. خب و سینما هند رو میسازه. خب بچه‌ها اینجا ویدیو من تموم میشه، من همه اطلاعات رو دادم و حالا ما توی قسمت‌های بعدی که داریم توی همین سرزمین سیر میکنیم توی هند، میخوایم ببینیم که چرا یه سری فیلماشون، یک اینکه ما همش توش داریم چیز میبینیم، صحنات خیلی تخیلی میبینیم، تخیل و مساعدت، تا مساعدت یعنی که از عقل اون چیز بیشتر، آقا نه یعنی چیزایی بده. آره هم چیزایی داریم میبینیم یا خیلی مثلا آره دیگه چرا ما اینا رو داریم میبینیم، یک و دو اینکه آقا حالا اگه سینمای همچین چیزایی داره، خب چرا 3 میلیارد چیز داره، مخاطب داره. خب و ما اینو بررسی میکنیم، چون حالا بالاخره هر چقدرم که بگیم ملت اسکول هم باشن بازم 3 میلیارد زیاده، در صورتی آقا به کسی توهین نشه، من قراره همه اینا رو توی قسمت بعدی توضیح بدم و کسی که الان در این حد میتونم بهتون بگم که آقا کسی که سینمای بالیوود رو دنبال میکنه نگاه میکنه نه به شعورش داره توهین میشه، نه آدم اسکولیه، نه چیز دیگه. مثلا خیلی دیگه است که داره فیلمای جاهای دیگه نگاه میکنه، فیلمای مثلا هالیوود رو نگاه میکنه، فیلمای فرانسوی رو نگاه میکنه، فرق نداره. خب ما توی ویدیوی بعدی که قراره دوباره برگردیم توی اینجا قراره بیشتر توضیح بدم توی این. خب پس این از این. خیلی ممنون که تا همینجا ویدیو رو همراهی کردید. لطفاً لایک یادتون نره، کامنت بذارید و حالا اگه من توی اینجا توی منابع توی سری حرفا توی سری توضیحات اشتباه کردم، چیزی اشتباه گفتم که قطعا حس می‌کنم من چیزی اشتباه گفتم، بیایید بگید تو کامنت ها و خیلی ممنون میشم که این چنل هم سابسکرایب کنید تا ما رشد داشته باشیم، تا بتونیم حمایت بشیم، تا بتونیم ویدیوهای خیلی بهتری بسازیم براتون. پس تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.